ای بندگان من میگه پروردگار، همه شما از ابتدای آفرینش تا روز قیامت، مرد زن، خرد جوان، جن انسان، همه در یک موضع جمع شید. هر کس هر چی دلش میکشه از من طلب کنه. مراد همه تا اگر حاصل کنم، از ملک من همون مقدار کم میشود که یک سوزن بگیری در آب بحر همیتا غوطه بزنی و بکشی. همه ملک الله هست. همه پروردگار وعده بده که ای مرد تو روزه را برای من میگیری، مزد مکافات و پاداش تو در ذمه من است. از همه دیگه بشارت زیادتر میشود. خشا به حال روزه‌دارای ماه شریف رمضان، خشا به حال همون جوان مردایی که با آمدن ماه شریف رمضان خرسند میشود، آمادگی میگیرند، تیاری میبینند. برادرای عزیزی که قرآن خونده نمیتونیم با زبان عربی، اینا با ترجمه تاجیکی و همچنین با حرفای کریلیکی طرز خوندن قرآن. اینا بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خداوند بخشنده و مهربان. هم زبان عربی قدی نویسه، هم با زبان کریلیکی طرز خوندنش، هم ترجمهش هست. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر. اینا یکم آیت به درستی که ما تو را کوثر عطا کردیم. یکم آیت نیم انا اعطیناک الکوثر. هر یک آیتی که میخونه ترجمهش هست، هم با زبان عربی نویسه، هم با زبان کریلیکی نویسه، هم ترجمهش با زبان تاجیکی است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام علیکم بچه‌ها، چه گذشتن گرانیت خیلی مردک گواری بقگیه یا نه؟ دیو بچه که خولیگان دارن یا؟ گره چی دارن بچه که همه یک از 5 گاز 6 7 گاز بیهوجه. نه انشالله رفتیم گرانیت گشته اومده استیم. خداوند همین امکان برام داده است، همین را کرده است. ببینید انسان است، مردی خدا. اگه تصور کنه که پروردگاره که احکم الحاکمین است، کائنات و یک امر کن خلق کرده است. پروردگاری که در حدیث قدسی اومده است تأکید میکنه یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم قاموا فی صعید واحد فیسألونی فاعطیت کل انسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر. ای بندگان من میگه پروردگار، همه شما از ابتدای آفرینش تا روز قیامت، مرد زن، خرد جوان، جن انسان، همه در یک موضع جمع شید. هر کس هر چی دلش میکشه از من طلب کنه. مراد همه تا اگر حاصل کنم، از ملک من همون مقدار کم میشود که یک سوزن بگیری در آب بحر همیتا غوطه بزنی و بکشی. همون سوزن بیچاره ای آب بحر چی مقدار میبرد؟ هیچی. یعنی از ملک الله یک سری خس کم نمیشود. همین پروردگاره که لمن الملک اليوم لله الواحد القهار میگه، همه ملک الله هست. همین پروردگار وعده بده که ای مرد تو روزه را برای من میگیری، مزد مکافات و پاداش تو در ذمه من است. از همین دیگه بشارت زیادتر میشود. خشا به حال روزه‌دارای ماه شریف رمضان، خشا به حال همون جوان مردایی که با آمدن ماه شریف رمضان خرسند میشود، آمادگی میگیرند، تیاری میبینند. ولی بعضی جوان مردایی هستند که به همدیگر سبقت میکنند. در یک مسجد یک نماز شام شرکت میکردیم، خدا برکت شد در همین شهر دوشنبه. باور میکنه اینمی اکاو داده رو به همدیگر مسابقه کردیستند در خیر. همه آش بریده کردن، یا تاش اینش اندک تیزتر بود است، یا تاش تیزی نداخته بود. همه شیشتگی رکلام کرده و مردم اوگاورید کرده و همون آش بریده را در کاسه گرفته مردم دادیستند، تعمیشو کردیستند. این را بینید. خدا کرد که همه عملای خیر، همه چیزی که سنت ولای محمد صلی الله علیه و سلم است، از بین مردم ما گم نشود. انشالله گم نشود، هیچ وقت خیر و برکت پروردگار از اینجا قطع نمیشود. زیرا ملائکه داریم دعا کرد خدایا با این منفقا خلاف بده، خاصتا در ماه شریف رمضان، در این ماه بزرگ که خورترین عملت ثواب فرض دارد و هر فرضی که تا انجام میدی ثواب 70 فرض دارد. الله اکبر. این
برای روزاداران خیلی بشارت بزرگ است، خیلی نعمت بزرگ است. باز یک بار دیگه تاکید میکنم که همین ماه شریف رمضان هدیه پروردگار به حبیبش محمد صلی الله علیه و سلم و امتهای رسول الله صلی الله علیه و سلم است. و قدر این ماه برادرای عزیز برسه، از هر لحظه و هر فرصتش استفاده بره. اینا یا 2 روز دیگر مونده است، روز جمعه علاکه عید می شود. اینا ببینید آیا تا رمضان دیگر کی میمونه کی نمیمونه، آیا با اون رمضان دیگر رسیدیم دیگر یک امکانیت داریم نداریم. پس همین هر فرصت غنیمت بدونید، فرصت غنیمت های. یا طالب الخیر هلم، ای طلب کننده کاری خیر شتاب کن که وقت رفته است. برگ تحویل میکند رمضان، باری تودیع بر دل اخوان. ماه شریف رفته است، در قلب یعنی دوستدارا و محبوبش فقط هم یک باری گران وداع میمونه، تودیع یک مقصد غم و غصه میمونه. ماه فرخنده روی بر پیچید و علیک السلام یا رمضان. ماه بزر روش توفته که رفته است. الوداع ای زمان طاعت خیر، مجلس ذکر و محفل قرآن. الوداع بسیار در مسجد دیده مردم خیر خوش کرده است قطعی ماه بزرگ رمضان. حقیقتا این یه ماهی هست که خدا شاهده کدام مرد که جوان مرد بوده به خاطر الله روزه را گرفت، به شبهای رمضان در ختم قرآن شرکت کرده، قیام لیل ترک نکرد، شب قدر پاس داشت و شب زنده داری کرد. 300% گارانتی که خدای تعالی هم گناه پیش نشه میبخشد. وعده پیغمبر صادق مصدوق ای. الوداع ای زمان طاعت خیر، مجلس ذکر و محفل قرآن. در کجا دیگر ختم قرآن در داخل نماز در میابی؟ همین ختم قرآن در داخل نماز میدونید چیه؟ فرض الهی. قرآن ای تا اگر ایلو کتاب در خونه بخونی این سنت ای، اما در داخل نماز قرائت فرض ای، تو به فرض انجامش دادستی. سبحان الله. با در ماه شریف رمضان که هر فرض ثواب 70 فرض داره. انت یا حسابی سرمسرکی یک روز کردم در اطراف شماره حروف هجایی قرآن، یعنی حروف الفبایی قرآن، بعضی اختلاف ها هسته ای 323,015 تا 340,740، یعنی که حرفای الفبا در قرآن همین مراتبه ذکر شده، یعنی تکرار اومدگی هم. همین قول آخران قول امام حمانی میگه 340,740 حرف داره قرآن. پیغمبر خدا بشارت داده است. حضرت میگه من قرأ حرفا من کتاب الله کان له به حسنه و الحسنه بعشر امثالها. هر کسی از قرآن یک حرف را میخونه، در عوض خدای تعالی امر میکنه در نامه اعمالش حسنه بنویسن و هر حسنه 10 ثواب داره. 10 ثواب. در زبان عربی وقتی حرف میگن هم حرفای نمی هجایی میوین، هم پیشویند، پسویند، پیونده، که همه چیزا همش حروف هم در عربی. به خاطر آن که مردم گمان نکنن که اینجا گپ درباره پیشویند، پسویند، پیونده کو میروه، حضرت در دوام حدیث تاکید کرد، گفت لا اقول الف لام میم حرف. من نمیگم گفت که الف لام میم یک حرفه، ولکن الف حرف و لام حرف و میم حرف، بلکه هر کدومش حرف جداه. الف حرف جداه، لام حرف جداه، میم حرف جدا. یک الف لام میم تلفظ کردن، قرائت کردن یا شنیدن الکی 6 ثواب میگیری. 6 در ماه شریف رمضان تصور کنه که با هر فرض ثواب 70 فرض داره. اصلا این 340,740 به 10 ضرب کنه 3,407,400 تا بشه ثواب. اگه بگی 3,407,400 به 70 ضربش بزن 238,518,000 ثواب. این همی کسی که در ختم قرآن در ماه شریف رمضان اشتراک کرده است، اولا ببینه که نامه اعمالش پاکیزه و تازه می شود و برای گناهش بخشیده می شود.
من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. کسی ماه شریف رمضان به خاطر الله کامل میگیره همه گناه پیشینش بخشیده میشود. نامه اعمال تازه شده است. در همین نامه اعمال تازه شدگی فقط از حساب ختم قرآنی که شرکت میکنیم 238,518,000 ثواب مینویسند. این همین راحت انشالله پریموی جنت های پروپوسکی جنت علاقه خدای تعالی در ماه شریف رمضان در دستی بنده تسلیم میگیره. خشا به حال این بنده ها، خشا به حال همین جوان مردا، خشا به حال مردایی که مسجدها را آبادان میکنند، خشا به حال قاریای محترم که خدمت مسلمانان را میکنند، خشا به حال ریش سفیدایی که برای جوانان را با درس عبرت هستند در قیام نماز میستند. الله اکبر. این بچه در سین سال او برسیم نمیدونم حالی با چی میشیده باشه با همین تنبلی بود. خشا به حال شو. خدای تعالی برکت رو عزیز زیادتر کنه. و حاجی یوسف ایمان هم که خیلی مردی جوان مرده شخصی دست به خیره از امرای همو حاجی های هیگیتی هسته که حقیقتا خیال میکنم حجش حج مبروره. زیرا پیغمبر سوال کردن که و ما بیر الحج یا رسول الله، چی چیز حج حاجی را مبرور میکنه؟ حضرت گفت اطعام و طعام و طیب الکلام، یکی طعام دادن دیگر سخن نیک خوب گفتن. انشالله همیشه دسترخوانش بازه، همیشه خونش مهمان داره. خدای بزرگ این خیرات احسانات چه به درگاه بنیازش قبول کنه، در نامه اعمالش ثبت بگردونه، در عوض افطاری که برای روزه‌دارای ماه شریف رمضان آماده کرده است همون بشارتی را که حبیب خدا محمد صلی الله علیه و سلم برای امتها داد که من فطر فی رمضان صائما کان مغفرة لذنوبه و عتقا لرقبته و کان له مثل اجره من غیر ان ینقص من اجر صائم شیء. کسی در ماه شریف رمضان روزه‌داری را با طعام افطار ضیافت دهد در عوض خدای تعالی تمام گناهاش میبخشد، از آتش جانسوز جهنم نجاتش میده و به سرشماری روزه‌دارایی که در ماه شریف رمضان شرکت دارند در نامه اعمالش اجر ثواب مینویسه. یگان ملائکه حساب کردن نمیتونه که همین روزه‌دارای ماه شریف رمضان چقدر روزه میگیرید، چقدر ثواب میگرفته باشند. همین قرار خدای تعالی امر میکرده است مینویسند. خدای بزرگ روح پدر مرحومش رحمت مغفرت کنه. پروردگار در خاندانش، در خاندان مهمانانش در این محله و این دیار فیض و برکات خیرات نازل بسازد. خداوند بندگان صائم و قایم شه تا رمضان دیگر در پناه امن عصمتش محفوظ داره.